همدیاران عزیز سلام علیکم. امروز 25 اکتبر سال 2025 می باشد و میخوام به شما نشان دهم درباره دو نمود چهارمغز پیکان، یکیش محلی، دویمش از ایران آوردم، از خارجی. بسیار کامنتاری ها شد، بسیار می نویسند به طرف منفی نخریدین رو، این چهارمغز کم می‌ماند یا که این چهارمغز شیره میکند زمین رسم می شود. من گفتن پیش از اون که من با تفسیر این چهارمغز گذارم دو کلمه گپ زنم که نخرید میگد که باید شیره دارد. اوخی من دو میان دست هست میکی همون یک مرتبه دارو زنید که شیره هوا نیست شود و سیبم شیره میزند، دورا انگورم شیره میزند، نوکم شیره میزند، انورم شیره میزند و یورم میزدم شیرهش رو میکشتیم، چهارمغز نمیکشتیم شیرهش رو. یک کبی بی‌معنی است که شیره میزند و همه رسوا میکند. بی‌معنی است. همه چی شیره میزند. دویمش کم میبندد. کم میبندد برای اونکه یک دانه بوده است و کم میبسته است. و شما دو سه دانه شنونید که یکدیگرش رو گرد آلود کند، از یک تاش در 10 سالگیش 200 کیلو میگیرید شما. این 100 کیلو 200 کیلو میگیرید. این بسیار سرباسی چیز است. و باز از دانش کورکی است نمیبراید. حاضر من به شما نشون میدم کورکی است نمیبراید یا میبراید چگونه است. من این چهارمغزی از ایران آوردگی، من این چهارمغزی از همین تاجیکستان خودمون پیکان. در حجم گیریم یک پیکانی خارجی، دو پیکانی تاجیکی میبراید. دیدید؟ حاضر ما پوست کردن میبینیم. این من آواز این رو بینید که ولی تر است. آواز این رو بینید که خشک است الکای. من آقای ایرانی رو التماس کردم که با ما پیکان کرد برده با خلق نشان دیم. بینید که من گفتم از همین چیندگیاتی نداد. رفت و از پرس 2 ساله آش آورد. خشک است که دیگر نبراید در زمین ما. یعنی وای نخواست که ما در اینجا خودمون سبزونیم. اگر در ما همین اولی نتیم هم کلی کنیم در ما هی هم قدر گم میگوان هم قدر دشنا میکنن تو ثواب نمیگیری تو خیل منم بر همه مردکو بیزنس خودشون محافظت میکنن. یک چهارمغز داد که چشیدن دمی چشیدن لیکن در زمین نمیبراید. مجبور شما باید روید خرید چون که وای بیزنسی وای است وای مالکیت وای است. حاضر میگذاریم با شرح این چهارمغزی تاجیکستان پیکان، چهارمغز ایران. من از همین چهارمغزها میخوام نهالش رو بیارم. این نهایت پرورشش همون سبزانیدن نهال قیند است، برای همین قیمت است. نهالش 130 سومانی ما تو همجا حساب کرده میباید. و اینجا دو نمود است. بینید یکتش سیاه‌تر یکتش سفیدتر. در همون باقی که من رفتم 3 4 تا 11 نمود بود و بسیار میبست چون که یکدیگرش رو گردآلود میکرد. شروع میکنیم به شکستن پیکان ها. از پیکانی خودمون سر کنیم. با سوال شد که این چی است؟ مغزش جدا نمیشد، کورکی است. نادرست. هست یک نمود دیگه هم خیلی باریک‌ترک در تاجیکستان کورکی هستن. بله باریک دراز است. لیکن من التماس کردم از همین تاجیکستان پوستونوکی آسان میشکستگیش رو روان کند. این حالی تر است. این حالی خشک شود. دیدید تر چقدر میشکند. خشک شود نهایت آسان از تخمش از پوستش جدا می شود. ترکی است حالی سخت‌تر است. حالی ایرانی رو شکنیم قرص میشکند. واو انکون پوستش رو جدا میکنه. منم دید پوستش هم خیلی جدا می شود. دید کمتر دیگه شکنم. از سببی که اولی تر است سالکک دشوار تازه کرده می شود. در داخلش موند. این تاجیکی خودمون. من این دو تاش رو من تازه کردم. نقص تازه شد از همین پیکانی تاجیکی خودمون. من این پیکانی تاجیکی خودمون میگذاریم میشکنیم پیکانی
ایران رو کنی گیریم تکتش رو ها. بسم الله الرحمن الرحیم. تکرار میکنم که دوسولا شده است و باید خشک شده است میریزه. دیدید؟ خشک شده است قرص میشکنن. آقا جان نگفتن که این مهمان است و بیا همین پیکنه همسولا خاصی دیلشاتی هم. آقای جان ما دودک پیکنه که سبز نشود در تاجیکستان خشک را داده. ما هم تکرار میکنم خشکی هست نهایت خشکی هست میریزد. پوست کنیش آسان است. دیدید پوستی تاجیکی ما پوستی پیکنه ایران من این پوست از پوستی تاجیکی تنکتر است. سالکک تنکتر است. ببینید چه جدا می شود. قسم جدا شده می بیاید. این اگر بعد از چیندن از بالای درخت یک ماه پس خشک شده جدا کنید این عموما بتون هم خیلی جدا می شود. با پوچش هم دودگی است. من چند شکستم با پوچم برو اومد. خیلی مخصوص داد که اینمو سبزانجه نتونید. اینش دیگر نمود. دیدید؟ در اونجا این خیلی نیست که یک قلمچه خودمون سبزانیم. نمیگه پول میستد یک قلمچش. برای قلمچه عموما نمیفروشن. عموما قلمچه نمیتید. خریده گیر میگه بردش سبزون. برای چی این جدا شد از یک دیگر؟ برای اینکه دو ساله شد. دو ساله است این. نهایت خشک است. اکنون چشیده میبینیم. هر دوش مزهش یک است. هر دوش هم چنان با مزه است که این نکی نظر به چهارمغز ما این حال این روانش کم شده است. چون که 2 سال شد اخی. 2 سال شد. بسم الله الرحمن الرحیم. این شیرین مزه است. همین چهارمغز محلی خودمونه. این شیرین رواناکی این بلند من دیدم باز یوتیوب خوندم. این چهارمغز خودمون این ولو ترکی هست رواناکش نسبت به این بسیارتر. لیکن گفتم نه بود یک اوبنچه دیگر گفته است که این تلخه. درست وقتی که نو میچینید این تلخ است. در حقیقت خورده نمیشد. این رو یکون گوده که نمیدوزده بوده درخت چون که تلخ است. میچینید و یک ماه میمونید. یک ماه پس خشک میشود. تلخی عموما نصف میشد. چنان شیرین میشود که راحت میکنید. انا هم دیوران عزیز از این پیکم ها شما از ما درخواست کنید. ما رقم تلفنمون رو میمونیم در بالای نوار 900 4489 تلفن من 900 4489. از این پیکن ها درخواست کنید. نرخش 130 سومونی. ما مبلغ های آدم رو جمع کرده شدیم. علاقه آدم ها از ما خریداری کرده شدن. من رفته این رو دکبر میبرم چون که حاضر نمیشود. دکبر خزان ریز کشید بعد میبرید. در پناه خدا باشید. کنید نترسید. 2 تا 3 تا 4 تا 10 تا گیرید 10 به 10 میشونید. این را این کلان میشود. چنار بری کلان میشود 10 به 10 میشونید. میموند. اینو 100 ساله ها میموند. ما انتظار زنگای شما میباشم.